افغان‌های مقیم کالیفرنیا امروز در شهر سندیگو در نزد ساختمان فدرال جمع شدند و با شعار یک افغانستان آزاد که در آن حقوق همه برابر باشد به صدای بلند به جهانیان برسانند. به ادامه تظاهراتی که چندین ماه قبل در سراسر کالیفرنیا آغاز گردیده بود، یک بار دیگر افغان‌ها در شهرهای گوناگون از جمله سندیگو، لس آنجلس و سان فرانسیسکو امروز بار دیگر به خیابان‌ها سر زدند و از امارات طالبان اعتراض و نگرانی عمیق خیش را ابراز نمودند و از کشورهای جهان خواستار کمک به افغان‌ها در افغانستان هستند. ما امروز آمدیم در تظاهرات که در شهر وطن ما چرا تا خرابی و کشت و کشتار است. تا کی؟ تا چی وقت خون جوانا؟ چرا بحث نمی کنن؟ اگر مسلمان هستند باید بحث کنن. کلگی بفهمه که افغانستان جای خوب است، نمیخوایم نفرایش بمره. اولادها یتیم شد، پدرها مرد، مادرها مرد، نفره پرواز میکنه، رفوجین میشه. به می روز که ما افغانستان ببینیم، نه بس است، زیاد شده. باید ما آواز رو بالا کنیم. امروز نکنیم هیچ وقت نمیتونیم. باید آواز رو امروز بالا کنیم. خواهش عمومی معترضان از طالبان این بود که حقوق زنان را در عرصه کار و تعلیم رعایت کنند. ما همینست یک طبیعی افغان فقط آزادی برای خانم‌ها و حق تحصیل برشان می‌خوایم. ما می‌خوایم که در افغانستان صلح و آرامی باشه، می‌خوایم که دخترها و بچه‌ها مکتب برن و کار بکنن. و از دولت امریکا تقاضا کردند تا آن عده افرادی که در افغانستان گیر ماندند هرچی عاجل آنها را با فامیل‌هایشان بیرون کنند. برشنا تحریک، افغانستان اینترنشنال، سندیگو، کالیفرنیا.